میتونم بگم اتریوم بخر بیت کوین تو بفروش زمانی که اینجا رو بشکونه. اگر میخوای بفهمی که آلت کوین ها دارن صعودی میشن، میخوان حرکات خوب بزنن، چارت توتالسه رو باید بررسی کنم. من میتونم از اینجا به بعد بیشتر پوزیشن هامو ببرم سمت آلت کوین ها. 112 115 و 30 رو قرار داشته باشیم. من کم نگفتم که انتظار کوتاه مدتیم از بیت کوین صعود هستش. در کل روند بیت کوین روند خوبیه. اون آلت کوین پارتی خفنی که دنبالش هستی، اون آلت سیزنی که دنبالش هستی، همه برن بالا. سلام داداشی آبجوی گلم، خیلی به این ویدیو خوش اومدین. دایی سعید اومده از کهکشان، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. یه تحلیل دیگه از بیت کوین رو داریم و یه سری رمزارزهای دیگه میخوایم وضعیتشون رو بررسی کنیم، ببینیم تو چه حال هستن. و چقدر گفتم، خدای من کم نگفتم که انتظار کوتاه مدتیم از بیت کوین صعود هستش و تارگت های 112 115 و 30 رو قرار داشته باشیم. گفتم دیگه، خیلی گفتم. ولی اینجا نیومدیم که منم بکنیم، اومدیم وضعیت ادامه بیت کوین رو بررسی کنیم، ببینیم تو چه حاله. بیا رو مانیتور. خب بچه ها، چارت بیت کوین رو اینجا داریم میبینیم. دیروز یه دونه سیگنال دادیم، 2 تا سیگنال دادیم. خب من دومیه رو که آوه بود داخل استوری و چنل تلگرامم هم قرار دادم، ولی 2 تا سیگنال رو توی تحلیل اولین بار به شما عزیزان گفتم. این از بیت کوین. آوه رو هم بیاریم ببینیم چی جوری شد. اینم از آوه. اگه شک داری به حرفای من، فکر میکنی صداقت ندارم یا فکر میکنی دروغ میگم نگفتم، تحلیل قبلی دیروز گذاشتم، برو ببین من اینو گفتم یا نگفتم. ساده شفاف. خب این از این. آوه رو اومدیم گفتیم، این محدوده رو براش مشخص کردیم، اومد شادو زد گرفت رفت بالا تا همین الان که بخوایم با هم دیگه حساب بکنیم. آوه تقریبا 6-7% اثبات داده. حالا من نمیدونم تو با چه اهرمی اینو باز کردی، ولی حالا 2-3 هر مقداری که باز کردی نوش جونت. بیت کوین رو هم برات بیارم. اینم بیت کوین بوده. اینجا ما پوزیشن دادیم، گفتیم شما با حد ضرری که اینجا برات قرار میدم میتونی وارد بیت کوین بشی دیگه. یادته؟ عذرخواهی میکنم. حد ضرری که اینجا برای بیت کوین واسط قرار میدم میتونی وارد بشی. هم میتونی اینجا، گفتم هم میتونی اینجا وارد بشی، هم میتونی اینجا وارد بشی، هم اگه اینو شکست اینجا میتونی وارد بشی. خب 3 تا ناحیه رو براش مشخص کردیم. ما بگیم از همینجا هم تو اگه این بیت کوین رو گرفته باشی تقریبا 3-4% سود کردی، بازم نوش جونت. اینم 2 تا سیگنالی که بهتون دادم. بریم وضعیت چارت رو بررسی کنیم. دوستان ببینید چارت بیت کوین واضحه. این خط رونده خیلی خوب رو بیت کوین عمل کرده. یه ذره اینو بیارم بالاتر بهتون نشون بدم. خب ببینید این خط رونده خیلی خوب روی بیت کوین جواب داده و هنوز که هنوزه داره جواب میده. من اگه بخوام اینو کانالش بکنم، از این کانال بیرون رفته، دوباره الان داره بهش برمیگرده. میتونه یه سری نوساناتی رو اینجا داشته باشه یا میتونه اینو بشکنه، ولی بچه انتظاری که من بیشتر از بیت کوین داشتم اینی که این محدوده سقف رو با قدرت بشکنه بره بالا. شما کندل های 1 ساعته رو نگاه کنید چقدر کوچیک هستش. 4 ساعته رو بیاریم. کندل های 4 ساعته ای که من انتظار داشتم مثلا یه کندل این شکلی بود، مثلا در این حد بزرگ، یه دونه بزنه بکنه بره به سمت بالا. همچین کندل های قوی نزده. من میخوام بگم این سطح پر قدرت شکسته، چون میخواد همیشه بیت کوین میرفت برای ATH همچین کارهای انجام میداد. بذارید من توی تاریخ بهتون نشون بدم. اینترنت من فکر کنم قطع شد. همیشه میخواست بشکنه، میومد اینجوری پر قدرت میشکند میرفت بالا. خب ولی این بار این شکلی نبوده. در کل من نظرم نسبت به بیت کوین مثبته. من هنوز نظرم نسبت به بیت کوین مثبته تا زمانی که بالای این محدوده ها باشیم، تو این تریدینگ رنج بر نگشته باشیم. اوضاع عالی، فوق العاده. البته این تارگت این تریدینگ رنج کوچیکه رو ما دادیم. ببینید این تارگت رو دادیم. حالا تارگت های بالاتر هم داریم بهش میرسیم.
یه حد ضرر هم میخوام براتون بگم. ببینید یه روند صعودی که اینجا داریم، خب اینجا که شروع شده حد ضررش میشه زیر این رونده، میشه 106,200. خب زیر 106,200 میشه حد ضرر این محدوده‌ای که رشد کرده. اگه حالا اینجا پوزیشن باز کردی حد ضررت میشه تقریبا اینجا. این میشه حد ضرر این پوزیشن. اگر بیاد زیر این فرصت خوبیه برای خرید، ولی خب کارش سخت میشه. ما منظورمون از این که میگیم کارش سخت میشه این نیستش که حالا نخواد بره اون حرکت‌های قوی رو بزنه. اینی که یه ذره بازی میکنه، یه ذره میخواد اذیت بکنه. منظور ما اینه. در کل روند بیت کوین روند خوبیه، میتونه به سمت بالا بره، تارگت هایی که گفتیم و میتونه داشته باشه و این از این. دامیننس بیت رو با هم دیگه نگاه کنیم. دامیننس بیت یه چیزی راجع به بیت بهتون بگم. دامیننس بیت الان بهترین شرایط اگر بخواد برای آلت کوین ها رقم بخوره اینه که بیت بیاد درجا بزنه، یه ذره بالا پایین کنه، درجا بزنه و دامیننس بیت ریزشی بشه. دامیننس بیت رو نگاه کنید. یک خط روند صعودی داشتیم تو تایم 1 ساعته کوتاه مدتی که این خط روند اومده به سمت پایین شکسته. خب اینو من میتونم به عنوان پول بک در نظر بگیرم و بگم این دامیننس بیت خوبه که بریزه. ریزش این دامیننس بیت میتونه یک رشدی را داخل آلت کوین ها رقم بزنه. آلت کوین ها رو بریم نشون بدم بهتون. این الان آلت کوین ها که خیلی شیک و مجلسی سبزهای خوبی دارن میزنن. میبینید هر چقدر این دامیننس بیشتر بریزه برای آلت کوین ها بهتر. خب اینم بیاریم دوباره بهتون نشون بدم. بریم چارت بعدی توتال 2، چارت اتریوم هم بهتون نشون بدم. هیچ، این چارت الان داره میرسه به مقاومتش، این محدودهای مقاومتیشه بررسی نمی کنیم. توتال 3. توتال 3 چیه؟ اگر میخوای بفهمی که آلت کوین ها دارن صعودی میشن، میخوان حرکات خوب بزنن، چارت توتال 3 رو باید بررسی کنیم. چارت توتال 3 اینجاست. ببین این محدوده رو مشخص کردیم، گفتیم این خط روند نزولی که داره رو اگه بشکونه که شکست و بعدش هم بهش پولبک بزنه که پولبک هم زد، یه حرکت خوبی داخل آلت کوین ها میتونه رقم بخوره که این حرکت خوب رو داریم میبینیم و این محدوده رو هم براش مشخص کردیم. گفتیم شکست این محدوده هم پالس مثبت خوبی رو به ما میده و تا اینجا میتونه حرکت کنه. همین اتفاق افتاد و الان این حرکتش رو تا نزدیک این داره انجام میده. شرایط آلت کوین ها هم الان خوبه. چارت بعدی رو بریم بررسی کنیم. چارت تتر. این هم از چارت تتر. یه نکته آموزشی میخوام بهتون بگم دوستان. معمولاً یک روند از تریدینگ رنج که میخواد خارج بشه، ابتدا خلاف اون تریدینگ رنج یه حرکت رو به بالا میزنه. اینجا نگاه کنید، ما یک تریدینگ رنج اینجا داریم دیگه. بذارید این محدوده میشه یه تریدینگ رنج برای ما دیگه. اوکی، چی کار کرد؟ اومد یه حرکت این شکلی بالا این انجام داد. خب فیک شد، اومد پایین، از زیرش داره اینو میشکنه. البته شکون دیگه، از زیرش اینو شکوند. چی جوری اینو متوجه بشم؟ دقیقاً توی تحلیل قبلی و قبلش اومدم اینو بهت گفتم که این شکست نیست، تثبیت نداده. میبینی؟ تثبیت نداده. اینو باید قوی میشکست میرفت بالا که نشکست، اومده به سمت پایین. این که 1 ساعتش 4 ساعتش هم که اینا میبینید فقط شادو زده اومده به سمت پایین. خب پس این شکست برای من نیست، ولی این شکسته. ببین این شکسته. بیشتر این کندل اومده این زیر بسته شده، اینا یه قالب این کندل اومده زیر این سطح بسته شده. پس این شکسته ولی این شکست نیست. این یکی از عواملیم که میتونی متوجه بشی. البته نمیتونم بگم 100%. ممکنه اینم بگی برگشت به سمت بالا، چی شد؟ میگم این شکسته، ولی ممکنه اینم برگرده بیاد به سمت بالا. علم تکنیکال علم نیست، شبه علمه. خب دلیلش هم همیناست. بچه‌ها ببینید یه سطح وقتی که تو تریدینگ رنج میشکنه که ما اینجا داریم، میتونه تا 2 برابر ارتفاع تریدینگ رنج بره پایین. یعنی این تارگت های اینجا رو میتونه به من بده، یا حتی پایین تر اگه بخواد اکستند بشه، زیاد بشه، تا اینجا میتونه به من تارگت بده. پس ریزش دامیننس بیت کوین دامیننس تتر خیلی خیلی به نفع
من خواهد بود و من میتونم از اینجا به بعد بیشتر پوزیشن هامو ببرم سمت آلت کوین ها. اون آلت کوین پارتی خفنی که دنبالش هستی، اون آلت سیزنی که دنبالش هستی، همه برن بالا، اینه. این بیاد یه حرکت قشنگ قوی انجام بده و توتال سی که دارم اینجا بهت نشون میدم بره این سقف قشنگشو بزنه پرقدرت، آلت کوین ها رو دیگه نمیتونی جمع جورش کنی. این از این. خب اتریوم به بیت کوین هم بررسی کنیم. این چارت هم دیروز بهتون نشون دادم. ببینید ما یک خط روند نزولی داشتیم، هم این و بعدش هم اینو شکوندیم ما. خب بدون تثبیت این 4 ساعته‌ای که الان اینجا هست فعلا که کندل مزخرفی داره میبنده. ببینید این اگه همینجا بخواد بسته بشه این کندله به درد من نمیخوره. علاوه بر این گفتم که فقط شکست این ملاک نیست، شکست این محدوده مهمه، این چیزی که اینجاست مهمه. کی میتونم بگم اتریوم بخر بیت کوین تو بفروش؟ زمانی که اینجا رو بشکنه. خب الان نگاه کنید، هر باری که به این سطح خورده ریجکت شده. تو تایم کوچیک‌تر هم بذاریم بهتون نشون بدم. ریجکت شد و این بار هم ریجکت شد. ولی هر چقدر ضربات به یک سطح بیشتر باشه اون سطح ضعیف‌تر میشه و پتانسیلی که بخواد اونو بشکونه هم قوی تره. این الان اتفاقی که اینجا افتاده. به نظر من این سقف شکسته میشه و اون همون حرفی که زدم، میتونیم بیت کوین بفروشیم، اتریوم بخریم. و اتریوم میتونه یه حرکت قوی رو به سمت سقف خودش شروع کنه. این اتریوم به BTC بود. خود اتریوم هم بذار برات بیارم. این هم از اتریوم و این محدوده است. میبینی هم به اتریوم به بیت کوین و هم خود اتریوم به USDT به این محدوده مقاومتی دارن واکنش نشون میدن. باید این محدوده رو پرقدرت بشکنه که همون اتفاق بیفته. چارت سولانا، چند تا رمزارز دیگه رو دارم براتون بررسی میکنم، وضعیت اونها رو هم ببینیم. بچه این چارتی که من ازش استفاده میکنم چارت فراز هستش. همونجوری که میبینید امکانات خیلی خوبی داره. نمیتونم بگم از تریدینگ ویو بهتره، چون تریدینگ ویو بازی سری امکانات داره که این نداره، ولی خوبیش اینه که سهام ها رو داره، قیمت دلار، ارز، طلای داخلی رو میاره موجود میکنه و همچنین تو میتونی اینجا بیای برای خودت هشدار بذاری، آلارم بذاری و بهت پیامک میزنه. اینا ویژگی‌های خوبیه که این چارت فراز داره. من که باش خیلی ارتباط میگیرم. اوکی دیگه اشتراک تریدینگ ویو نمیخرم، پول اضافه است، من اون کار رو انجام نمیدم. این از این. چارت سولانا، محدوده‌ای که مشخص کردیم گفتیم که این اگه اینجا اینو نتونه بزنه این تارگت پایین میتونه من بده. اومد اینو زد، فعلا درگیر این مقاومت هست، کل این باکس میشه مقاومت رو که شکوند. چارت سولانا هم برای خرید جذابه، فعلا من تاییدش نمی کنم. XRP رو بیاریم. این هم از XRP، تحلیلش دیروز براتون قرار دادم، همونه، هیچ تغییر نکرده، وسط روند قرار گرفته. وسط روند نه من میخرم نه میفروشم، یا منتظر میشم سقفشو بشکنه یا منتظر میشم بیاد رو کف یه عدد خوب بخرمش. الان من کاری رو نمیتونم روی این انجام بدم. پوزیشن شورت هم الان توی روند بازار من منطقی نمیدونم. خب چرا؟ چون استراتژی من خلاف روندی نیست. وقتی روند بازار کلیت به سمت مثبته و ما امروز تا فردا میبینیم بیت کوین یه عدد جدید میبینه، خب من چرا باید پوزیشن شورت باز بکنم؟ اونم پوزیشن شورتی که بخواد چند روز طول بکشه. پس اینجا با این که میگم مقاومت خوبیه، من پوزیشن شورت باز نمیکنم، قید 1%، 2%، 3% رو میخورم. چرا؟ چون حد ضرر بخوام بخورم شارپ میخوره، ضرر سنگینی به من میزنه. دوج کوین بچه این چارتا رو من دست نمیزنم و عذرخواهی میکنم، چارتا رو من دست نمیزنم، همون چیزی که براتون تحلیل میکنم دوباره همونو دارم بالا میارم. ببینید دو تا محدوده مشخص کردیم، گفتیم این کف یه دونه اینتری اینجا داریم. خب این محدوده، این چرا بالا رفت؟ اینتری که ما اینجاست، اینتری دو هم اینجاست. خب
و بعدش هم گفتیم اگر اینو بشکونه حرکت دوج کوین خوب میشه. دوج کوین الان این شکونده تا اینجا رفته، تا اینجا میتونه بیاد. اونایی که پر ریسک هستن که گفتم اینجا میتونی وارد بشی شکست این هو. اونایی که کم ریسک هستن شکست این باکس قرمز رو میتونن وارد بشن. آدا بچه چارت جذاب امروز که میخوام بهتون نشون بدم چارت آدا هستش که چارت قشنگیه. از چارت آدا الان خوشم میاد. چرا؟ به خاطر اینکه علاوه بر ترند نزولی که اومده و شکسته، کانال نزولی خودش رو شکسته، یک ریز کانال سعودی هم که داشته اینو هم اومده به سمت بالا شکسته. علاوه بر اون یک مقاومت سنگین هم تو این باکس قرمز رنگ داشتیم که اونم فعلا شکسته. این کندل شکست نیست بچه، این بالا ببنده به من تایید میده که شکسته شده. آدا رو تو واچ لیست داشته باش. نمیدونم این ویدیو رو داری کی میبینی، ولی حرکات جذابی میتونیم از آدا شاهد باشیم. آدا چارت خیلی خوشگلی الان داره. این از این. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشی. حتما نظرتو این زیر برام بنویس، سابسکرایب رو بزن. خدا نگهدار.